سلام درود خدمت عزیزان و دوستانی که از کانال ما و کارتای ما ببینید. جهان سپاس. اگر هر کس ببینید چینل یک سابسکرایب بزنه. امروز از تاریخ 4 می 2025 روزان یک شنبه ساعت 11 بجه و هوا امروز یک کمی 5% افغانون است. تقریبا 74% شبنم آلود است و 14 کیلو بر ساعت 14 کیلو بر ساعت باد است. امروز دیگه هوای خیلی دوست داشتنی، هوای خوب، هوای صاف است. دوستان نهاد عزیز، ما کارتان پاسپورت می‌کنم و باید در دریا سمود یک بگیریم. کباب است، امروز کباب مال و کباب سیلور است، کباب گوشت است، کباب جگر گوسفند است. دوستان نهاد عزیز، دیگه دوباره کباب شامل کباب است. دوباره با شامل کباب کنیم وقتی خالص میاد. دوستان نهایت عزیز، ببینید که یک لاسپیکر اگر باوردیم این است، فهمیدید این گوشت مرغ است. دیگه این است گوشت گوسفند و شامل کبابش است. دیگه گوشت ها داخل وسیس نکردیم. یه همه چیزای ما آماده است. همین یک فضای دوست داشتنی، فضای خوب، لب ساحل، واقعیت خیلی لذت بخش است. دوستان نهایت عزیز، سایکو ساحل سایکو، واقعیت زندگی دوستان نهایت عزیز، زندگی हो गया. دوستان نهایت عزیز، یک قوقا را آماده کنیم. خدا خیر بده. زغال آماده کنیم با کباب. دیگه واقعیت امروز هوا بسیار خوب است. هوا خوب است. همین تو هوا، همین تو کباب. واقعیت لذت بخش است. دوستان نهایت عزیز، جان سلام درود بالا خدمت دوستان نهایت عزیز. ابیسیدی مرغ رای بالی آماده کردیم. یک دفعه از این کمی روغن داره و چون کنیم بعدم باز انشاءالله که دیگه چیزایش باز آماده بکنیم. باز یک کاری بسیار خوبی که هوا بسیار خوبی لذت بخش است. این هوای خوبی است دوستان. دوستان نهایت عزیز، ما و کاکا جان قند و شیرینم امروز واقعیت خیلی خوش گذشت. همین تو میله پیکنیک با کباب های پرینخم آغاز کردیم. فعلا ساعت است چند باید ساعت باشیم؟ ساعت یک است، یک بعد از ظهر. واقعیت خیلی خوش گذشت در پهل، در پلوی جرمنی. دیگه ما فامیل کاکا واقعیت خیلی لذت بردیم. دیگه دوستان نهایت عزیز، دیگه کبابا را نوشجان کردیم. یعنی کباب ما مانده، یک فامیل دیگه ما مانده که بعدم چند مانده تا اونجا آمد کبابای دیگر شروع میکنه دوستان. دیگه بازم مانده. دیگه خوش باشید دوستان نهایت عزیز. دیگه بعضی تصاویرهای دیگه میگیریم باید بزنده باشید.
Eşeği de راست میگه به سفر زی سفر چای روزگاری باید دوستان کریم جوش کرده ببینید دوستان چای کریم جوش کرده دیگه واقعیت این چای ها که از بوده